تا حالا به این فکر کردین فوق امنیتی ترین ساختمان‌های دنیا برای چی به وجود اومدن و در کجای دنیا قرار دارن؟ اکثر کشورهای دنیا چیزهای محرمانه خودشونو دوست دارن در مکانهای مخفی و امنیتی دور از دسترس دیگران نگهداری کنن. که توی دنیا چند مکان بسیار معروف رو حتما اسمشو شنیدین. مثلا گاف صندوق فورت ناکس توی ایالت کنتاکی، یا ساختمان MI6 توی لندن، یا بایگانی فوق محرمانه واتیکان و یا منطقه معروف مژگوریه در روسیه. اما یکی دیگه از این مکانهای فوق محرمانه ساختمان بزرگ و پنج‌ضلعی پنتاگونه که توی شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا قرار داره. پنتاگون در حال حاضر مقر اصلی فرماندهی ایالات متحده آمریکاست و ستادهای نیروی زمینی، ستاد نیروی دریایی یا همان تفنگداران دریایی آمریکا که زبده‌ترین و ماهرترین نیروهای ویژه در کل دنیا هستند، ستاد نیروی هوایی، ستاد کل ارتش و وزارت دفاع در داخل اون قرار دارند. اما این ساختمان برای چی به وجود میاد؟ این ساختمان برای مقابله با تهدیدهای آلمان نازی و شخص هیتلر توی مدت کوتاه 16 ماه توی سپتامبر 1941 به بهره برداری میرسه. توی ساختمان 13,000 نفر نیروی فعال و 83 میلیون دلار هزینه صرف میشه. البته به صورت کاملا اصولی و با مواد ارزون اون زمان ساخته میشه که مهمترین مواد عبارت بودن از بتون آرمه و آزبست. اما چرا بتون آرمه؟ توی اون زمان و در دهه 1940 به خاطر گرونی فولاد و کاربرد وسیع اون توی صنایع نظامی اومدن و این ساختمون رو تقریبا 100% با بتون آرمه ساختن و برای عایق‌کاری اون از ماده آزبست استفاده کردن. اما آزبست همونطوری که میدونیم ماده بسیار خطرناک و سرطانزایی بوده. توی سال 1990 به فکر افتادن یه جوری از شر اون آزبست خلاص بشن. شروع کردن به بازسازی تیکه تیکه ساختمون و چون این مکان خیلی سری بوده از پیمانکارایی استفاده کردن که مورد اطمینانشون بودن و به همین دلیل بازسازی این ساختمون 620,000 متر مربعی 11 سال طول کشیده. بالاخره تو سال 2001 این ساختمون آماده میشه با همون طراحی سابق اما مدرن‌تر، پیشرفته‌تر و محکم‌تر. تا اینجای ویدیو اگه ازش خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا بقیه داستان ساختمان پنتاگون رو براتون تعریف کنم. اما بریم توی سپتامبر 2011، زمانی که اون هواپیماهای مسافربری با 19 نفر از عناصر القاعده از زمین بلند شدن و خوردن به 3 جای مختلف توی آمریکا، به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی توی نیویورک، کاخ کنگره ملی آمریکا توی نیویورک و همین ساختمان پنتاگون توی آرلینگتون. پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز توسط هواپیماربایان در ساعت 8:20 دقیقه 11 سپتامبر به دیواره غربی پنتاگون برخورد میکنه که در طی اون 169 نفر کشته میشن که 125 نفر از اون کشته شدگان از کارمندان و افسران نظامی داخل ساختمان بودن. اما این ساختمون دقیقاً توی 1 سال بعد و به طور کامل دوباره بازسازی شد. برخی از واقعیت‌های جالب این ساختمون رو بیایم با هم بررسی کنیم. واقعیت شماره 1، زمانی که این ساختمون ساخته می شده دستشویی‌های مجزایی برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان ساختن، چون توی اون زمان آمریکا درگیر یک نژاد پرستی بی سابقه بود. طی سالهای بعد، حتی بعد از بازسازی دوباره ساختمون پنتاگون، همچنان 284 دستشویی اون وجود دارن. واقعیت شماره 2، عملیات ساخت پنتاگون دقیقاً توی 11 سپتامبر 1941 به پایان رسیده بود، ولی 60 سال بعد توی 11 سپتامبر 2001 یه هواپیما رو بهش میکوبن که خودتون داستانش رو دقیقاً میدونید. واقعیت شماره 3، چون محل اطراف ساختمون پنتاگون 5 ضلع داشته و جاده های زیادی هم دورش بوده، این ساختمون رو به شکل 5 ضلعی ساختن که حتی روزولت رئیس جمهور آمریکا گفته بود من این طرح رو دوست دارم چون تا به حال چنین چیزی انجام نشده بود.
واقعیت شماره 4، این ساختمون دارای اتاقهای بسیار زیادیه که دقیقاً توی 7 طبقه قرار داده شده و 5 طبقه روی زمین و 2 طبقه زیر زمین داره که ارتفاع این ساختمون رو به 240 متر میرسونه. واقعیت شماره 5، خدمتتون گفتم این ساختمون کاملا از بتون ساخته شده و چون توی اون زمان فولاد گرون بوده، شنماسه اونو از رودخونه پتومک تامین کردن که در حدود 680,000 تن برآورد میشه. حتی پله‌های اون رو از بتون ساختن. توی سالهای بعدی پله ها چون زیاد بوده اومدن 11 تا آسانسور براش قرار دادن که بعداً به 19 تا افزایش پیدا کرد. امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید. نظراتتون رو توی کامنت ها حتما برای من بیان کنید. واقعیت شماره 6، پنتاگون یا همون وزارت دفاع آمریکا در مجموع 3 میلیون نفر کارمند داره که 1,300,000 نفر از اونا فعالن و 818,000 نفر هم فقط نگهبان میتونن از اون نگهداری کنن. واقعیت شماره 7، نظارت بر ساخت ساختمون پنتاگون همانند ساخت اولین بمب اتمی در منهتن آمریکا بر عهده سرگور لزلی گرووز بوده. واقعیت شماره 8، یک هکر 15 ساله بعد از هک کامپیوترهای ناسا تونسته بود کامپیوترهای پنتاگون رو هم هک کنه و تا چند روز سیستم اونو مختل کنه. واقعیت شماره 9، توی دوران جنگ سرد روس‌ها تونسته بودن موشک‌های هسته‌ای خودشون رو روی پنتاگون قفل کنن و کافه وسط حیاط پنتاگون به کافه مرکز انفجار هسته‌ای معروف بود. دوستان 100% با من هم عقیده هستین که این ساختمون با اباحت پنتاگون یکی از محافظت شده ترین ساختمون های روی کره زمینه. برای این ساختمون چیزی در حدود 39,000 نفر نیروی حفاظتی در نظر گرفتن که 24 ساعته دارن ازش مراقبت میکنن و برای آمریکایی‌ها این مکان بسیار بسیار مهمه. اگر جای دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که بخوایم در ویدیوهای بعدی اونو براتون آماده کنیم، لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بذارین و ما رو در بهبود ویدیوهای بعدی یاری کنین.